سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز میخوایم با هم در مورد وسایل رشتی دوزی صحبت کنیم. همونطور که بهتون گفتم رشتی دوزی یه هنر سنتی و اصیل گیلانیه. وسایل خاصی هم نمیخواد. اول از همه پارچه فوتر یا ماهود، همون پارچه‌ای که باهاش پالتو میدوزن. البته بعد از اینکه دستتون مهارت پیدا کرد شما میتونید رو پارچه‌های نازک‌تر هم دوخت انجام بدید. این دیگه بستگی به مهارت شما داره. حالا وسایلی که نیازه، اول از همه قلم رشتی دوزی. همونطور که میبینید یه قلم خیلی ساده است، مثل قلم قلاب بافی میمونه. یه بدنه چوبی و یه قسمت فلزی داره. میارم جلوتر که قشنگ ببینید. با این قسمت قلاب نخ رو میگیره و بیرون میاره. حالا دیگه چی نیاز داریم؟ خب معلومه هر جا که نخ باشه قیچی کوچیک هم نیازه. حالا این دیگه بسته به سلیقه شماست. قیچی های جینگلی مستون میگیرید یا همین قیچی معمولی ساده مثل من. بعضی از قیچی های سرزن استفاده میکنن که خب اون برای من سخته. من همین قیچی ساده. وسیله دیگه که مورد نیازه این خودکارای لاک غلطگیر بهش میگن. اینا مورد نیازه. بعد از اینکه طرح رو روی کاغذ کالک کشیدیم به وسیله این خودکارا طرح رو روی پارچه انتقال میدیم. البته بعد نحوه کار رو بهتون کامل توضیح میدم. از انواع خودکارای حرارتی هم میشه استفاده کرد که البته بهتره که خودکار حرارتی سفید باشه. حالا شما برای خودتون نیارید. من الان که دم دستم سفید نداشتم، این قرمز آوردم گذاشتم. این مداد گچی هم خیلی مواقع به دردم میخوره. اینم داشته باشین بدک نیست. کاربن به میزان لازم. انواع نخ‌های ساده، نخ ابریشم مصنوعی، بعد که انشاءالله خیلی حرفه‌ای شدیم نخ ابریشم طبیعی که کارها خیلی زیباتر و شکیل‌تر میشه. البته یه چیزای خاص دیگه هم میخواد که الان من بهتون نشون میدم. کارگاه. شما که مبتدی هستید و میخواید یاد بگیرید میتونید از این کارگاه‌های گلدوزی هم استفاده کنید. برای اول کار اشکالی نداره ها، ولی بعدش بهتره که تمرین کنید یا بدون کارگاه بدوزید یا از کارگاه رشتی دوزی که بهش جریده میگن استفاده کنید. ولی حالا برای اوایل کار واسه اینکه دستتون روون بشه از این کارگاه‌های گلدوزی هم میتونید استفاده کنید. خب فکر میکنم فعلا تا اینجای کار براتون کافی باشه. تو ویدیوهای بعدی آموزش‌های بیشتری میذارم. فعلا